یه شعر از عطار برات بخونم ببین عطار کی اینا رو گفت. میگه چون جهان بر شاخ گاو استاده راست، گاو بر ماهی و ماهی در هواست. پس جهان بر چیست؟ بر هیچ است و بس. هیچ است این جهان، هیچ است و بس. برای همین میگه این جهان هیچ است و بس. هیچ، همش هیچ. ببین جهان میشه چیزی که موجوده، خود زندگی. گاو نماد زن و زنانگی، ماهی نماد تضاده، هوا هم اشاره به مرد داره، مرد آسمان نمادش هواست. حالا میگه جهان رو شاخ گاوه. جهان وجود روی زمینه دیگه، زمینم نماد زنه، در از مادر زمین زنه که نمادش گاوه. جهان بر پایه زن شکل گرفته و داره اشاره میکنه خود این زنه یعنی گاوه روی یه ماهیه، یعنی به خاطر یه تضادیه که وجود داره و این تضاده یه پاش هواست که مرده. انگار کلن هستی پا در هواست، ولی این هواه اشاره به مردانگی هم داره، ولی مردانگی وقتی وجود داره که زنانگی وجود داره، این وقتی وجود داره که یانگ وجود داره. در اصل هیچ کدوم وجود ندارن، همه یکی هم و عدمن، وجود ندارن، رو هواست. ولی چون الان ما می‌بینیم وجود دارن این شکلیه، به صورت زنیه که بر اساس قانون تضاد یه ارتباطی با یه مردی داره. برای همین میگه این جهان هیچ است و بس. هیچ، همش هیچ.